اولوتان رینادیلا انصاف علی هدایت هستم و برنامه 117 همه مهندسی جهل رو با تورق یک کتاب دیگری به زبان ترکی قدیمی، دست نوشته و خطی و تخصصی و حرفه‌ای آغاز میکنم. ما در روز گذشته 3 کتاب، حتی میشه گفت 4 کتاب رو ورق زدیم که متاسفانه به خاطر فقر من در سواد ترکی، در خواندن و نوشتن ترکی، نتونستم این 4 کتاب رو خوب بخوانم، برای اینکه با لهجه دیگری از ترکی که من یه مقداری بهش آشنایی دارم، ترکی که من خودم حرف میزنم، یه مقدار با این ترکی که حرف میزنم آشنایی دارم، ولی با اون لهجه خیلی کم آشنایی دارم. با این حال باید اعتراف بکنم که با خواندن، با نگاه به همون چند صفحه‌ای که من از این کتاب ها تلاش کردم بخونم، به یه نقطه رسیدم و اون این که زبان ترکی با هر لهجه‌ای که باشه، با یه اندک صرف وقتی قابله، من یعنی به هر حال میتونم بگم که چی خوندم، درک معناشو درک میکردم، تفاوت کلمه ها رو درک میکردم و این فکر نکنم که خیلی عمیق باشه. مثلا حالا من امروز تلاش میکنم که این 2 کتاب رو باز بکنم. یکی همین که دیروز هم باز کردیم، دیوان سلطان حسین بایگرا، و یکی دیگه شیرین و فرهاد. حالا باز بکنیم ببینیم که اینها چی هستش. سلطان حسین بایگرا رو اول باز بکنیم، یه نگاهی به ظاهر کتاب بندازیم. این فرهاد و شیرین هستش. بذار ببینیم چی هست. این همون کتابیه که دیروز تلاش کردم عضو انجمن تاریخ در کابل چاپ شده در 1346، ولی در سال 1304 و بعد از اینکه رضا میرپنج تاجگذاری کرد و دولت ترک توسط بیگانگان اشغال شد و یک کودتاگر به رأس هرم اومد، به رأس هرم قدرت اومد، سرزمین های امپراتوری ترک آذربایجان به اشغال در اومد. منتها این اشغال مستقیم نبود، یعنی توسط غربی ها اشغال نشد. سربازان، گرچه در 2 مرحله سربازان انگلیس هم وارد شدن از هندوستان به این منطقه، اما واقعیت اینه که توسط کودتا و به دست فراماسونرها، مهندسی فراماسونرها در اصل، و آذربایجان اشغال شد. یعنی امپراتوری آذربایجان که ایران امروزی هم بخشی از آن بود اشغال شد و ما استقلال خودمون رو از دست دادیم توسط عوامل غربی غیر مستقیم. اداره داریم میشیم توسط غربی ها برای اداره مناطقی که اشغال میکنن و بعد استعمارش میکنن 2 روش دارن. یکی استقرار مستقیم نیروهای خودشون در اون کشورها، یعنی خودشون میرن، سرباز خودشون هست، فرماندار خودشون، استاندار خودشون، اینها میرن اونجا رو اشغال میکنن و اداره میکنن. دوم غیر مستقیم هست و اون این که میان میگن آقا خب حالا اینها خیلی هم آدمهای جدی نیستن، نمیتونن ایجاد مشکل بکنن، بذارید از خودشون یه چند نفر رو بذاریم خودشون فکر کنن که خودشون اداره میکنن. این در ترکیه اتفاق افتاد، در کشورهای عربی اتفاق افتاد، در آسیا بسیاری از کشورهایی که در آسیا هستن اتفاق افتاد و در روسیه هم همین، هم تزار، روس تزار، هم اتحاد جماهیر شوروی و هم امین الان در روسیه،
این سیاست پیش گرفته میشه که میگن آقا بذارید فکر کنن که خودشون اداره میکنن، زبانشون رسمی هست، آموزش فلان اینها. خب به هر حال یکی از همین شستشوهای مغزی و مهندسی جهل همینه. این بخش از قضیه است که ما فکر میکنیم ایران اشغال نشده. ایرانی که امروز وجود داره اسم جدیدی هستش که بر امپراتوری آذربایجان گذاشته شده. آذربایجان نه تنها از نظر جغرافیایی اشغال شد، از نظر مغزی هم اشغال شد که ما فکر میکنیم اینجا ایران بوده، ایران هست. نه آقا، اینجا نامش از 1313 ایران شده. قبل از اون ایران نبود. امپراتوری آذربایجان بود، امپراتوری قاجارها بود، امپراتوری صفویه ها بود، امپراتوری افشاریه بود در این میان، در وسط این دوتا و قبلتر هم که دیگه. و در شمسیه بزرگ، در اون چتر بزرگ که بالا سر حتی قاجاریه و افشاریه و صفویه وجود داشت، عثمانیه هستش. چه بخواهیم چه نخواهیم، صفویه تحت، حالا نه مستقیم غیر مستقیم، تحت حاکمیت عثمانیه هستش. و قبل از اون که دیگه میدونیم سلجوق ها هستن و دیگران که ترک هستن. در 1000 سال گذشته ما این رو میبینیم. اما برگردیم سر همین دیوان سلطان حسین میرزا بایگرا، ببینیم که در اینجا و در این نسخه‌ای که وجود داره چی گفته. این کتاب 334 صفحه است. من با اجازه دوستان یه کاری بکنم. اول قبلا یه بار این رو فکر میکنم خوندیم. این قسم چاپی هستش، این کتاب چاپی هستش، احتمالاً چاپ سنگی، احتمال میدم، یا چاپ سربی هم میتونه باشه، نمیدونم. اینجا نمیخوام از در این باره تصمیم گیری بکنم و نظر قطعی بدم، ولی این کتاب یه بار خوندیم. حالا برای اینکه بگیم آقا من این جغاتایی رو دیگه تا یه حدودی میفهمم. اگر در دیروز کتابایی که خوندیم دستخط بود، امروز میخوایم یه کتاب بخونیم که این دستخط نیست. حالا اولش که تا صفحه 11 اینا تا هنوز هم ادامه داره. 8. مجلس سلطان صاحب گرانان لطیف طبعی تا نتایجینینگ زیبالاری حسن و جمالی ذکری دا و شریف ذهنی خصایصینین رعنالاری غنج و دلالی شرحی دا چیم هر حالا اینجا فایسی یا نایسی باید بخونیم. هر فایسی zaman sefhesi bostaninde renginlik ve revanlıkdin gülüzar serbiqet ve her birisi دوران اrsesi gülüstanida revanlık ve renginlikdin serb azadi dür. Gül خط. سلطنت بحرینین. حالا اینجا این مقدمه هست ظاهراً که من این رو یه مقدارش رو خوندم. سکیزینجی مجلس بود. حالا من از اینجا به بعد تلاش میکنم از این کتاب که چیزه هر 30 صفحه یک صفحه رو انتخاب بکنم و ازش یه چند خط رو بخونم تا ببینیم که با اینکه این به خط جغاتای به لهجه ترکی جغاتای هستش، اما چون چاپی هستش میتونم بخونم و حتی میتونم مثلا اکثر 90% و 95% کلمات رو معناش رو میدونم. فقط ممکنه یکی دو تا کلمه رو یا 5% کلمات رو، اگه 100 کلمه بخونم حد اکثر ممکنه 5 کلمه رو معناش رو ندونم، که خب به هر حال طبیعیه برای اینکه با این لهجه من هیچ آشنایی ندارم. برای اولین باره اگر مثلا یه دو روز 3 روز به موسیقی این، به اخبار این، به این زبان به کتاباشو بخونم، موسیقی گوش بکنم، اخبارشو گوش بکنم، تلویزیونشو ببینم و یا بیام چند تا کتاب ازش بخونم، قطعاً
دیگه این حالت هم از بین میره. خب من الان اینجا صفحه 13 هست، میریم 43. صفحه 40 رو 43 45 شد. خب اوکی، بذار ببینیم اول شعر هم از اینجا شروع میشه. Qıla almağandın, qıla almağandın biçarəlik izharı qılıb dur və bədi əda tapıb dur və qərib muada bulubdur. احتمالا معدا bulubdur. Çare eşki nədir cüz səbr mahzun gönlümə. Çare eşq nədir cüz səbr mahzun gönlümə. Çün qıla almaz qılınq bir çare məcnun gönlümə. Gərdun şikayəti da kim afiyetin rüsvalıq